یه تکنیکی وجود داره توی روانشناسی که این تکنیک فوق‌العاده میتونه مؤثر باشه در افزایش روزی ما. البته روزی که میگم فقط پول نیست دیگه، پولی قلمشه، احساس خوب، نمیدونم فرزند خوب، همسر خوب، رشته خوب، شغل خوب، درآمد خوب، دوستان خوب، آگاهی، درسته، لحظه های خوب، هر چیزی میتونه روزی ما باشه. هم که ما بتونیم به یکی کمک کنیم اونم روزی مونه، ولی به طور خاص روی درآمد ما خیلی تاثیر داره. یعنی اگر حتی روزی رو پول هم بدونیم این حداقل 10 برابر میشه. و من خودم راههای خیلی زیادی رو توی زندگی رفتم، از دوره‌های مختلف بازاریابی و موفقیت و NLP و هیپنوتیزم و یوگا بگیر تا هر نکته‌ای که هست. خب سالی چند هزار تا کتاب میخونم و بالا پایین میکنم و محصولات جدید و اینها، دارم خودم رفرش میکنم. پس آدمی نیستم که دنیا ندیده باشم، آدمی نیستم که نشنیده باشم و همه چی رو شنیدم، اما وقتی کسی توصیه میکرد همیشه انجامش میدادم. هر آدم موفقی میدیدم ازش میپرسیدم که تو راز موفقیت چیه؟ یکی میگفت آقا مثلا من دروغ نمیگم، اون یکی میگفت نمیدونم فلان بیزینس رو انجام دادم، یکی میگفت فلان سرمایه‌گذاری کردم، یکی، هر کسی یه چیزی میگه دیگه. واقعا خیلی وقتا ما میمونیم که چه کار کنیم. اما یکی از این عزیزانی که مولتی میلیاردر بود، مولتی میلیاردر، یعنی واقعا میلیاردرهای دیگه هم در برابرش حرفی برای گفتن نداشتن، وقتی ازش پرسیدم که راز موفقیت چیه، چه کار کردی که به اینجا رسیدی؟ چون سراغ داشتم که پدر پولداری نداشتم، توی خانواده فقیر رشد کرده بود. مثل 86% از پولدارا میگن که پدر پولدار نداشتن. گفتم آیا ارثی بهت رسیده؟ نه. آیا شانس بوده؟ نه. آیا اتفاق؟ این تکنیک بهم گفتش که از اون روز زندگیم زیرو شد، نقطه عطف زندگیم شد. وقتی اون تکنیک رو انجام دادم دیدم این تکنیک چکیده 20 تا تکنیک روانشناسیه. یعنی آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. یه معجونه، یک شاکلیده، یک قرص آنتی بیوتیک خیلی قویه که در واقع چکیده خیلی از اصول موفقیت توش هست. یعنی با یک تیر 1000 نشون آدم میزنه. خیلی جالب بود. وقتی روزی 20 دقیقه رو اون تکنیک وقت گذاشتم دیدم که این واقعیه ها. دیدم که واقعا در از چند روز درآمدم چندین برابر شد، میشه 10 برابر. و به هر کسم گفتم کوانتومی پیشرفت کرد. یعنی حتی یه مورد نداشتم که بگه من انجام دادم و نتیجه نگرفتم. حتی اگه کسی اعتقاد نداشته، گفت آقا من اعتقاد ندارم ولی انجامش میدم، اونم زنگ زده گفته دمت گرم، عجب چیزی گفتی. دوستان این تکنیک رو بدونین؟ ببینم به حد نصاب میرسه. کیا دوست دارن این تکنیک؟ به حد نصاب نرسید. خب اون تکنیک نماز اول وقته. حالا من فوایدشو میگم، اگر دوست داشتید انجامش بدید. یکی این که میدونید اصلا به چشم یک فریضه دینی الزاما بهش نگاه نکنید. ما اصلا میگیم اصلا مذهب رو میذاریم کنار، میخوام از بیرون بهش نگاه کنیم. یک کسی داره نماز میخونه و ببینیم این فوایدی داره یا نه. اولا تمام حرکات یوگا توی نماز هست. یعنی همین حرکت ایستاده، رکوع و سجده توی یوگا نام داره، بهش میگن نیایش خورشید. هندیا بهش میگن سوریان و ماسکارا، که در واقع در هلند و خیلی از کشورهای دنیا هم می‌بینیم که توی آموزشگاهاشون عکس حرکات نماز ما رو، یعنی ایستاده، رکوع و سجده رو زدن و بچه‌هاشون و محصلینشون مجبور می‌کنن هر روز چند بار این حرکات رو انجام بدن. حالا به خاطر فعال شدن چاکراها، به خاطر دریافت پرانا و انرژی حیاتی، به خاطر تنظیم قوای فکری، جسمی و روحی و غیره. خیلی جالبه. ما وقتی که از خیلی از اونایی که یوگا کار میکنن، حالا سوریانا ماسکارا، آساناها، پراناها، یوگا نیدرا، خیلی از این موارد رو شناختن انجام میدن، من خودم به شخصه ازشون میپرسم، میگم بهترین زمان برای انجام حرکات یوگا کی هستش در شبانه روز؟ طرف مثلا مسلمان نیست، هندی هستن، میگه آقا زمانی که خورشید در وسط یا میخواد طلوع کنه یا میخواد غروب کنه. یعنی کی؟ یعنی نماز اول وقت. میگیم چرا؟ میگه چون پرانا بیشتره، یعنی ثابت شده علاوه علمی زمانی که خورشید در وسط آسمون یا میخواد طلوع کنه یا غروب کنه، پرانا یعنی انرژی حیاتی تو کائنات بیشتره. وقتی ما نماز اول وقت میخونیم چاکرامون فعال میشه، پرانای بیشتری رو میگیریم. این چاکرا دریچه‌های انرژی بدنه که در هر کدوم از این حرکات یه سریش فعال میشه. مثلا ما چاکرای آجنا داریم، چاکرای خورشیدی، چاکرای قلب، چاکرای کندالینی داریم که پشت نافه. مثلا یه دانشمند غیر مسلمان ثابت کرده، خیلی معروفه، مقاله‌اش هم هست تو اینترنت، که وقتی انسان سرش رو زمین میذاره تمام انرژی منفی دفع میشه.
اگر روزی چند بار این کارو بکنه، سرشو بذاره رو زمین، خب بیشتر دفع میشه دیگه. اما نکته جالب اینه این دانشمند غیر مسلمان کشف کرده که وقتی انسان رو به مرکز مغناطیسی زمین سرشو بذاره رو خاک، بیشترین دفع انرژی منفی بدن انجام میشه. و مرکز مغناطیسی زمین کجاست؟ کعبه. یعنی حضرت ابراهیم کعبه رو در نقطه مرکز مغناطیسی زمین بنا کرده، نرفته یه جای دیگه که اصلا کاری به مذهب نداریم. تو اینجا بزنیم مرکز مغناطیسی کعبه مکه. البته 2 تا مرکز مغناطیسی ما روی زمین داریم. اولیش بیت المقدسه که سالها قبله به اون سمت بوده و بعد مرکز مغناطیسی قوی‌تر یعنی کعبه مطرح شده. و حتی اونایی که تو کار عمران هستن، مهندسای عمران میدونن این قسمتایی از ساختمون که بار الکتریکی رو تخلیه میکنه، یعنی صاعقه میزنه هر چی میخواد تخلیه بشه، وقتی رو به قبله باشه تخلیه بیشتری انجام میشه. برید بپرسید اونایی که اهل فنن میدونن، چون حالا وسیله هاشون من وارد نیستم. چندین نفر به من گفتن که اینا رو به قبله ما بنا میکنیم که بیشترین تخلیه رو به زمین انجام میشه. خب ما روزی 34 بار داریم سجده میکنیم، چاکرا کندالینی فعال میشه و حجم زیادی از انرژی منفی دفع میشه که چاکرا کندالینی مسئول کاهش درد، یک از فوایدش. که اونایی که سردرد، دلدرد، میگرن، سینوزیت، خیلی چیزا دارن، امتحان کنید. وقتی درد بهتون غلبه میکنه برید حالت سجده تا عادی، بعد از 30 ثانیه میبینید که درد از بین رفت. خیلی جالبه. یعنی این در واقع حالت رو ما میبینیم. پس نماز اول وقت اولین برکتش یا اولین فایدهش یا اولین جنبه غیر دینیش میتونه این باشه که چکیده حرکات یوگا هست، سوریا نماسکارا، نیایش خورشید، فعال شدن چاکرا، تنظیم انرژی بدن، این یک بودش. اما این تکنیک نماز اول وقت، چون اسم تکنیک من امروز چون اصلا از بعد دین نمیخوام واردش بشم، میخوام از بعد علمی واردش بشم. دیگه چه فوایدی داره؟ دیگه میتونه یه تمرین تقویت حافظه باشه. خیلی میگم وقتی که نماز میخونم هر چی گم کردم پیدا میکنم. یا تجربه کردم؟ آفرین. پس هر چی یادتون نیامد یه نماز بخونیم ببینیم کجا گذاشت. اینجا اینجوری دیدین که اونایی که میخندن خاطره بیشتر دارن. یه دفعه عمه جلومون رد میشه. این خدا میخواد بگه چی؟ نمازت به درد عمت. پس واقعا روی حافظه تاثیر داره و اون چاکرا که فعال میشه یکی از برکاتش رو حافظه است. نکته بعدی، سومین در واقع فایده نماز، تقویت تمرکزه. چون تو نماز اون همه جا میره، درسته؟ قبلش به چک و صفتات فکر میکنی، تاریخاش هم میبندی اونجا و فلان. بعد اگه تو نماز انسان بتونه اون حضور قلب و تمرکز رو ایجاد کنه، مسلماً چون تو نماز کار سختیه، در مواقع دیگر زندگی هم شما میتونید این رو مدیریتش کنید. پس یه تمرین برای تمرکز هم هست. نکته بعدی تمرین برای تقویت اراده است. یه سوال میپرسم، کیا دیدن روزایی که سرمون شلوغه کارهای مفید بیشتری انجام میدیم، اما روزی که تعطیله دور خودمون میچرخیم و عملا کار خاصی انجام نمیدیم؟ همه ما تجربه کردیم. چون میگم پشت کار روز به روز ساخته میشه. یعنی ما روزایی که سرمون شلوغه، چون از روز از صبح تصمیماتی که گرفتیم همه رو چی انجام دادیم، در نتیجه تا آخر شب روحیه‌مون میشه روحیه پشت کار. و روزی که تعطیل مثلا ساعت گذاشتیم خواب موندیم، یعنی اولین سیگنال منفی رو داریم به زمین. آقا تصمیم گرفتم انجام ندادم. بعد توی خاموش میکنیم، هی روشن خاموش 3-4 تا کار دیگر بعد میگن آقا به فلانی زنگ بزن، حسش نیست. اون روز میشه روز تنبلی ما. خب وقتی 3 وعده در روز ما اول وقت نمازمون رو بخونیم، یعنی یک تصمیم رو داریم سر وقت انجام میدیم. تصمیمات دیگه‌مون هم چی میشه؟ سر وقت انجام میشه. یکی از این مولتی میلیاردرها، جدا از این کسی که دارم نکتهشو به شما میگم، که آورده بودنش دانشگاه امیرکبیر تهران، گفتن شما راز موفقیت چیه؟ 3 تا نکته گفت. یکی گفت دروغ نگفتم هیچ وقت، یکی گفت خلف وعده نکردم، یعنی حرفم حرف بود، میدونستن چکم ندم حرفم 2 تا نمیشه. خیلی مهمه تو بازار امروز آدم رو حرفش باشه. و سومیش همین بود، نماز اول وقت. البته اینا اول گفت، من گذاشتم سومی براتون. ما قضیه چه اون میگفت نظم داده به زندگیم. یکی از برکاتش بعد از اراده نظمه، یعنی زندگی منظم میشه. شما وقتی 3 تا تایم داشته باشید، اصلا حافظتون تو برنامه‌ریزی قوی میشه. میگه آقا مثلا نماز ساعت فلانه، بعدش اینو انجام میده، بعد نماز مغربینه، بعدش این، یعنی یک نظم خاصی زندگی پیدا میکنه. نکته بعدی خدمت رو عرض کنم که شکره. میگه شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، لئن شکرتم لازیدنکم. تمام ادیان و از جمله کتابای روانشناسی مثل راندا برن و نمیدونم غیر و زاله که خودتون سراغ دارید، قانون جذب، معجزه شکرگزاری، همه دارن میگن شکر. خب نماز و قرآن با سوره حمد شروع میشه و سوره حمد هم با الحمدلله رب العالمین. پس همین شکر یک انرژی بیکرانی رو آزاد میکنه. اصلا ما روزی 3 بار به خدا بگیم چاکرتیم، دمت گرم، همین که من
فلان بیماری ندارم خدای شکرت. من الان میتونستم تو فلان بیمارستان باشم، من میتونستم تصادف دیروز من باشم، اون سقوط من باشم. اگه امروز زنده ام یعنی توی فرصت جدید به من دادی، یعنی بی حکمت نیست. من یه رسالتی دارم که باید انجامش بدم، یه وظیفه‌ای دارم هنوز باید انجامش بدم، پس باید مفید باشم، پس باید یه کاری بکنم. اینا شوخی نیست. پس این شکر هست. خدای شاکرتم، دمت گرم. همین. نکته بعدی دعاست. بالاخره نماز یه نوع دعاست که تو انگلیسی هم لغت نماز و دعا یکیه، prayer. و در واقع یک تلقین به نفسه. تو کتابایی که در مورد تلقین به نفس صحبت کرده مثل 4 اثر از فرانسیس کاولشین، کتابای شکتی گوین که تجسم خلاق و غیر و ذالکش معروفه که گیتی خوشدلم ترجمه کرده، کاری ندارم، کتابای راندا برن، کتابای مختلف، همه به اتفاق گفتن که اگر جملات تأکیدی که شما انتخاب میکنید ثابت، یعنی جمله رو تغییرش ندید و سر ساعت خاص هر روز تکرار بشه، اثر بیشتری داره، چون این موج ایجاد میکنه. مثل این میخی که هر روز همونجا بزنید، نزنید بالا پایین، خب سوراخ نمیشه، همونو بزنید. این ثابت باشه یک مانتراست، تو یوگا بهش میگن مانترا، یه موج ایجاد میکنه و کم کم یه اثر عجیبی داره. خب ما هر روز داریم یک ذکر خاص رو میگیم که بگذریم از این که چقدر مفاهیم توشه، کاری نداریم، ولی خود همین مؤثره و یه موج ایجاد میکنه. و یکی از نکات بسیار مهم که دریچه های روزی بهمون باز میشه، علت چیه؟ سینرژی که نماز اول وقت ایجاد میکنه. ما نمیگیم نماز به نفس خودش مؤثره، بودش از نبودش، اما اگه نماز رو بگیریم یک اول وقتش میشه میلیون، میشه میلیارد. پس ما تاکیدمون رو اول وقتشه و اینا آخر وقت که مثل قرصیه که آنتی بیوتیک هم میگن سر وقت باید بخوری، 1 دقیقه بالا. این اول وقتش خیلی سینرژی بیشتری اول وقت ایجاد میشه، چون عزیزان بیشتری رو به کعبه دارن میخونن و موج بیشتریه، همه با هم دعا میکنن، یه درای باز میشه، خدا تو رو درواسی قرار میگیره. مثل که یه دفعه بریزیم توی یک ساختمون بگیم آقا بده دیگه، لامصب مدیر کل اینو امضا کن، میگه آقا هر چی میخوام بدین، اینا ساختمونو کندن. یکی یکی بریم خبری نیست، ولی وقتی موج میریم میگه آقا هر چی میخوای اوکی، دمت گرم، بدین اینو امضاش کنید بره. سینرژی که ایجاد میشه فوق العاده است. اما چند تا مانع هست. چرا خیلیمون نمیخونیم؟ چرا مقید نیستیم؟ یا اگر دوست داریم موفق نمیشیم که این رو به شکل یک عادت در بیاریم؟ من خودم این از سال 91 به شکل یک عادت درش آوردم دیگه، اصلا دست خودم نیست، باید بخونم. چطور این رو انجامش بدیم که موفق بشیم؟ چند تا مانع هست. یکی این که تو این دوره هم گفتیم، تو دورای دوپینگ مغزمون، که برای اینکه یک عادت جدید تو زندگیمون شکل بگیره چند روز ممارست میخواد؟ 21 روز. پس من اگه فکر کنم تا آخر عمر میخوام بخونم، ذهنم پس میزنه، چون میگه سنگ بزرگ نشانه نزدن، حالا باشه فردا، از شنبه، از یکم، غیره. اما اگه بگم من فقط 21 روز میخوام بخونم، حالا دوست داشتم ادامه میدادم، نداشتم هیچی. خب 21 روز آدم غلبه میکنه، میشکنیمش. مثل بچه که غذا نمیخوره، مامان میگه نمیخواد این همه رو بخوری، یه قاشق به خاطر من، یه قاشق بابا، خاله، عمو، دایی، کل فامیل میده تو حلقه ما، درسته؟ بعد تموم میشه میگه مامان پسر خاله ها موندن، برو قابلمه رو هم بیار. وقتی کوچیک میشه آدم میگه 21 روزه نمیمیرم که، 21 الی 40 روز. ما البته در مورد نماز 40 هم خوبه، اما 21 روز هم خوبه. 21 روز انجامش میدیم. من انجام دادم سال 91، اواسط سال بود دیگه، قصد ادامه دادنش هم اصلا نداشتم، نه اینکه شوخی کنم، واقعا فقط می‌خواستم تستش کنم ببینم تأثیر داره نداره، اتوماتیک شد دیگه. این نکته اول. مانع دوم وضو نداشتنه. خیلی از ما میخوایم بخونیم تنبلیم، او 200 آرایشمو پاک کنم فلان بهمان، نه ساپورتم عوض کنم، نمیخواد آقا، من خودم با همون ساپورت میخونم. وضو از خونه که میخوایم بیایم بیرون، یه وضو کاری نداره، صبح که دستورمون میشونیم یه وضو هم بگیریم. خود این وضو صدها نکته داره که بحثش مفصل بماند برای فرصت‌های دیگر، شاید عمری باقی باشه. خود این وضو باز همینقدر که نماز داره، وضو هم خیلی برکات داره، اما نمازشه. این وضو از صبح که میخوایم بیایم بیرون یه وضو هم بگیریم، کاری نداره، میخواد دستورات همون وضوش کن، وضو دائم الوضو، نه دائم الوضو، درست شد؟ یه وضو میگیریم میایم بیرون، یه دفعه میخوریم به اون. خیلی وقتا کار اداری طول میکشه، آدم میبینه خدا رو شکر وضو که دارم، یه سرچی هم میکنم، نه چیزی در نرفته، نه اوکی درسته، یه سرچی میکنیم، نه اوکی. بعد سری دیگه. حالا تو ایران البته، خارج هم سخت نیست، راحت میتونه انسان سری به مکان مناسب دست پیدا کنه، ولی خب تو ایران خودمون هم که خیلی راحت دیگه، هر پاساژ هر مجتمع یه نمازخونه داره دیگه، هر اداره نگاه کنید تا نزدیکترین مسجد نمازخونه میبینی 1 دقیقه هم نمیشه، سری
سر خودم نمیخواد به درد بیارین، همون اصلش مهمه. سلام قربونت، کار نداره بده بیاد، اصلشو بخون بره. این نمیخواد دنبال این باشی مستحبات اونا خوبه حالا به مرور ایجاد بشه، اول سختش همون اصلش. بعد این پس وضو داشتن خودشه. مانع سوم چیه؟ در واقع اعمال ما. یعنی من فکر میکنم به این معنی که من باید یه سری کارهای دیگه هم بذارم کنار که نمازم، نه آقا من اعتقادی به این ندارم. تو همین سیستمی که داری ادامه بده. آقا با همین پوشش، با همین اخلاق، خارجتو برو، کنسرتتو برو. نمیگم گناه کنید نه، ولی انسان خارجشو بره، کنسرتشو بره، استخرشو بره، سینماشو بره، تفریحاتشو بکنه، درسته؟ منافاتی هم نداره. لاس وگاس هم برو نماز اول وقتم بخون، هیچ منافاتی نداره. پس منتظر نباشیم که کارهای دیگه همون درست بشه که این درست بشه. نه، خیلی به خاطر اینکه منتظرن دارن به تأخیر میندازن. نه، همینی که هستی آدم لخت باشه همون نمازشو بخونه. به نظر من این ربطی نداره. نکته بعدی رفقا و دوستا و محیطایی هست که میریم. چون تو محیطایی میریم که تو فاز نیستن، چون توجیه نیستن. شاید اگه اونا هم فوایدشو شنیده باشن زودتر از ما بخونن، اما چون توجیه نیستن نمیدونن، رو ما هم تاثیر گذاشته، یا آرمون میاد یا میبینه محیط نمیطلبه. نه، ما باید به این فکر کنیم که اگر کاری به نفعمونه انجامش بدیم. همه بگن سم بخور، میخوری؟ نه، چون بلند بگو لا اله الا الله، جان به جان آفرین تسلیم میکنه آدم. چون میدونم سم برام مضره. اگه یه کاری مفید همه دنیا بگن انجام بده، نده، من چه کار دارم؟ من به خاطر خودم انجام میدم، حداقل به تستش میارزه. یکی از موانعش هم خوابه. یعنی خیلی میگن من به ویژه صبح رو سختمه پاشم، اونم راه داره. من خودم از آدمایی بودم که تانک از روم رد میشد بیدار نمیشدم، جز سنگین وزن‌ترین خوابای جهان بودم. صبح پا میشدم ساعتم تو باغچه، اونم راه داره. یک، زود بخوابیم. اگه نشد چی؟ راه داره. آقا ما زودتر از 2 و 3 نمیخوابیم، راه داره. خوابت مضرب 1.5 ساعت باشه. مدت خواب مضربی چند باشه؟ 1.5 ساعت. یعنی من الان که میخوابم 1.5 ساعت بعد میتونم راحت از خواب پاشم. 3 ساعت بعد میتونم، 4 ساعت بعد میتونم، 6 ساعت میتونم، 7 ساعت 9. یعنی از زمانی که میخوابیم تا زمانی که پا میشیم مضربی چند؟ 1.5 ساعت. یعنی مدت خواب ما یا 1.5 یا 3 یا 4.5 یا 6 یا 7، مضرب 1.5 باشه. اگه من مثلا فرض کنید الان مثلا میگم 4.5 حدوداً، البته کمی زودتر از اون باشه، مثلا میگیم الان از اون صبح 4.5، من میخوام 4.5 پاشم که اول وقتمو بخونم، یا باید 3 بخوابم یعنی 1.5 ساعت قبلش، یا کی 1.5 یا کی 12 یا کی 10.5 یا کی 9 یا کی، از اینجا وارد شیراز میشه، یا کی نشو. این مدت خواب البته این به این معنی نیست که انسان فقط 1.5 ساعت احتیاج داره. نه، تو شب و روز انسان حداقل 4 ساعت باید بخوابه. بعضیا 6 ساعت احتیاج دارن، بعضیا هم 7 ساعت. ولی حداقل اون بازه نماز مغز اجیره، یعنی شما رو اون مرزها میتونی راحت باشی. یه وقتی مثلا آدم دیدین میخوابه، دیدید مثلا میخوابی یه دفعه زنگ میخوره پا میشه اجیری، یا دستشویی میگیره نصف شب میبینه چقدر اجیری، من که تازه خوابیدم. ساعت رو نگاه میکنه میبینه حدود 1.5 ساعت گذشته، چون مغز برگشته به نقطه اجیر خودش، به نقطه هوشیار خودش. مغز هر 1.5 ساعت برمیگرده به نقطه اول، انگار تازه خوابیدی، اجیره. یه وقتی میبینی که مثلا زنگ میخوره نمیتونی پاشی، اصلا نمیشنوی، چون تو عمقی. در واقع وقتی ما میخوابیم 45 دقیقه خواب عمیق میشه، 45 دقیقه چی میشه؟ سبک میشه، عمیق سبک، عمیق سبک. درش من اگه 12 شب بخوابم 12:45 سخته پاشم، ولی 1.5 راحته، 2 ربع سخته، اما 3 راحته. باید یه جوری تنظیم کنیم که رو اون نقطه ها بیفته. البته حالا یه رو بالا پایین هم اشکالی نداره، نمیخواد خیلی دقیق باشه. 1 دقیقه گذشت بخوابم تا سیکل بعدی، من بیدارم. نه، اگر انسان بدونه یه مقدار رو خوابش کار کنه، یه مقدار رو تغذیه‌اش کار کنه، یه مقداری در واقع رو ذهنش کار کنه، بعد حالا قبل خواب خوب انسان عقربه‌ای رو که میتونه مجسم کنه، مثلا 4.5 میخواد باشه، ببینه ساعت روی 4.5 زنگ میخوره و من بیدارم. البته یک از معجزات قرآن هم پیشنهاد خوندن آیه آخر سوره کهفه. میگن اگر قبل از خواب، قبل از اینکه ساعت درون تو کوک کنی، میخوای بخوابی مثلا 4.5 باشی، این 4.5 تو ذهنت، اوکی، این قسمت روانشناسی. ولی میگه اگر آیه آخر سوره کهف هم بخونی، بعد ساعت رو مجسم کنی و کوک کنی بخوابی، احتمالی که بیدار شی خیلی بیشتره. و امتحان کنید این هم. پس مضرب رو داشته باشیم، ساعت درون کوک کنیم. اگر اونایی که دیگه خیلی سنگین خوابشون، آیه آخر سوره کهف هم بخونن کمک میکنه.
شام خیلی سنگین نباشه یا 3 ساعت قبل از خواب، اینم یه نکته، و مطمئن باشیم که بیدار میشیم. البته اهرم‌های انگیزشی هم کمک میکنه. یه سری کارهای مهمو بذاریم بعد از بیداری، مثلا خود همین نماز اول وقت اگه انسان بدونه، مثلا میگن حقوق تو به این شرط میریزیم اگه مثلا نماز صبحاتو بخونی، من زنگ میزنم بگه الله اکبر داری میخونی، من به جای 1 میلیون 10 میلیون بهت حقوق میدم. واقعا دیگه تأخیر نمیندازیم، چون فکر میکنیم روزی دست این رئیس است، نمیدونیم از اون بالا میاد. اون اصلیه رو باید بچسبیم. این نکات رعایت کنیم. پس 21 الی 40 روز اوکی کنیم، اتومات میشه. وضو داشته باشیم راحت‌تر میتونیم بهش غلبه کنیم و نگران اعمال و محیط و رفقا و دیگران هم نباشیم. همین سیستمی که داریم ادامه میدیم تو زندگی، نه یک ذره کمتر نه بیشتر، هیچ تغییری تو خودمون و بیزینسمون و زندگیمون، فقط اینو اضافهش میکنیم. حالا 17 دقیقه تو شبانه روز، 1/84 شبانه روزی که من درخواست کردم 1/85 کنن. بعد حالا ناممون رفته از اون بالا داره بررسی میشه، کاری نه. این دیگه کاری نداره. و آخرین نکته رو بگم و بحثمو جمع کنم، یه خاطره. تو این مدتی که من این پیشنهادو به خیلی‌ها میکردم، پیشنهاده، نه اجباره نه اصراره، یه پیشنهاد بون، یه تکنیک، هر کی دوست داره استفاده کن، زوری که نیست. موفق دادم ما رازشو گفتیم، یکی دوست داره استفاده. به هر کی گفتم کوانتومه پیشرفت کرده و هزاران پی ام دایرکت، پی ام های تلگرامی، پیامکی غیره، آقا دمت گرم. ما که عددیم، ما یه وسیله ایم، ولی اینقدر من تشکر داشتم، خدا رو شکر میکنم. موفقیت‌های یکی پس از دیگری. یکیشو میگم، یکی از دورهایی که چند سال پیش توی روبرو دانشگاه شریف داشتم اونجا، یه آقایی بود که من جلسه 5 مثلا این بحث رو با بچهای زبان حالا اتفاقی تو اون کد مطرح کردم. بعد جلسه 6 رفتم توی دستشویی قبل از کلاس که وضو بگیرم و برم سر کلاس، چون همیشه با وضو هم که موقع از اون مشکل نباشه. آنتراک نزدیکه، یه چند لحظه باشید. بعد وضو گرفتم که اوکیش کنم، خدمت رو عرض کنم که دیدم اون یه آقای اومده تو دستشویی. چیکار می‌کنی؟ هیچی. من در تمام عمرم نخوندم، اصلا بلد نبود بخونه. گفت ولی به خاطری که ما شما رو دوست داریم و بهت اعتماد داریم و گفتی اوکیه، من دیروز تصمیم گرفتم بخونم و رفتم دارم بالاخره میخونم. باید اعتقاد داشته باشم. گفتم نه، اگه اعتقادم نداشته باشید، چون فواید زیادی داره، این اصلا یه موج ایجاد میکنه، تو رو همسو میکنه. گفت باشه. فرداش رفتم تو دستشویی دوباره دیدمش. خیلی جالب بود. اصلا قرارامون رو اونجا ست می‌کردیم. اگه یه روز میرفتم نبود میگفتم کجایی؟ اینجا هنوز بوی تو رو میده. کجایی؟ خلاص هر روز ما نبودیم اون میگفت بوی تو رو میده. خیلی بو زیاد شده بود اون. بعد حالا شوخی. بعد روز بعدی رفتم گفت آقا عذاب وجدان گرفتم. گفتم عذاب وجدان حربه شیطانه. چون میگن ترک عادت مرضه. وقتی انسان میخواد یه تغییر تو زندگیش ایجاد بکنه، از درون و بیرون مقاومت ایجاد میشه. حالا بعضی مقاومت بیرونیه، مثلا آدم خواست سیگارو بذاره کنار، از بیرون یکی میاد میگه آقا بیا سیگار بکشیم، باز فضاش ایجاد میشه. بعضی وقتا درونیه، یعنی احساس میکنه که به هم ریخته فلانه، ما باید بهش غلبه کنیم. اونایی که تو کار گناهن میدونن وقتی میخوان یه گناهی رو انجام بدن خبری نیست. وقتی نمیخوان، از در و دیوار زمینه چی میشه؟ فراهم میشه. مثل زمانی که عجله داری تاکسی‌ها غیب میشن، وقتی نمیخوای هواپیما ترمز میزنه بیا برسونم. یک ماشینا اصلا پولم نمیگیرن قدرت خود. درسته؟ وقتی که مثلا ماشینو میبری کارواش، همونجا بارون میگیره. درسته؟ پرنده اسهال میشن رو ماشین ما. یعنی نمیدونم 3 روز بارون نمیباره، هم منتظر ما از کارواش بریم. اصلا کار دنیا برعکس همینه. از درون و بیرون مقاومت میشه. خب اینو بعد بذاریم حربه شیطان. شاید عذاب وجدان سراغمون بیاد، شاید خیلی چیزها، ولی بعد بگیم نه 21 روز انجامش بدم همه چی با هم همسو میشه. باید مقاومت کنی، باید ادامه بدی. چند روز اول موج خلاف ماست. مثلا ممکنه میخوای دروغ نگی بیشتر زمینش فهم، میخوای نماز بخونی یه کار پیش بیاد، باید ساعت تو کوک کنی، باید یه مهر حتی همراهت باشه، نمیدونم شرایط خودت. بعد 3-4 روز دیگه کائنات باید همسو میشه. یعنی تو بیابون هم باشید برای شما مسجد در میاد تو زمین. من تا حالا نبوده این، تو بیابون بودیم، رفقا گفتم از اونه، گفتن کجا بخونیم، یه دفعه به 30 ثانیه نکشیده دیدیم رسیدیم یا به پمپ بنزین یا به یه چیزی که نماز. گفتن اصلا چه جوریه؟ گفتم من با خدا قرار گذاشتم، من گفتم باید بخونم. و حالا یک چند باری که از دستمون در میره، مثلا عمدن نیست خواب میمونیم، اونا در گردمون رده، یا مثلا تو پروازیم اب نداره رسیدی بعد بخون، اونا دیگه دست ما نیست. و کلیتش مهمه، اون موج ایجاد می. و این آقا گفت عذابش، گفتم بخون با من. گفت باش با تو. گفت جلسه 9 اومدم رفتم دستشویی نبود، نگران شدم. اومدم سر کلاس که شروع کنم دیدم با دسته گل اومده. گفتم جریان چیه؟ من زن دارم.
گفت مرد بود ولی خب دیگه به هر حال دست گل آورده بود. گفتم که جریان چیه؟ گفت آقا عذاب وجدانم از بین رفته، یه گره مالی هم داشتم که 20 سال بوده حل نمی شده، یعنی هر کاری شما فکر کنی معجزه شده از همین 2-3 روزه. مثل یه پولی از کسی بخوای هیچ مدرکی هم نداری، طرف 2 دستی بیاره بذاره تو دستت. و طرفم البته میلیاردر بود ولی هر کسی تو سطح خودش هزینه‌هاش بالاست. میلیاردرها مشکلات خاص خودشون دارن تو همون سطح. اینم یه آژانس هواپیمایی توی تخت طاووس داره و کاری نداریم، خیلی مولتی میلیارد. میگفت آقا از اون روز هم تو یکی پس از دیگه چند وقت بعد از کلاس بهش زنگ زدم تو حال آقا چطوری؟ گفت آقا کلاست که مهم نیست، اون تکنیک خیلی باحال بود. بعد میخونی؟ گفت آره اون از غذا خوردن برام هزاران داشتم و خوشحالم که در واقع این نکته موثر بود. به هر حال اگر دوست داشتید امتحانش کنید 21 الی 40 روز و با وضو باشید و انشالله تاثیرات و برکاتشو حتما خواهید دید و کمترینش بیشتر شدن روزی به ویژه بحث‌های درآمدی و باز شدن بسیاری از گره‌های مالی خواهد بود. بزن به افتخارش. خب